بیا بهت بگم چطوری پانش‌دوزی رو به شکل صحیح اجرا کنی. اول از همه میایم پشت و جلوی سوزنمون رو مشخص میکنیم. این قسمتی که صاف هست میشه پشت سوزن، قسمتی که شیار داره میشه جلوی سوزن. این شیار در امتداد ته پیش میره به این صورت. موقعی که شروع کردید نخ باید پشت سوزن باقی بمونه. سوزن به صورت مستقیم و عمود وارد پارچه میشه. این قسمت سوزن سطح پارچه رو باید لمس کنه. سوزن تا آخر وارد پارچه میشه. نباید سوزن از سطح پارچه زیاد فاصله بگیره، چون اجراتون اشتباهه. موقعی که اجرای اشتباه رو باز میکنید، این نخ اضافه رو از این قسمت بکشید که یک کوک صاف براتون ایجاد بشه. موقعی که خواستید جهت اجرا رو تغییر بدید، همزمان با اون جهت سوزنم تغییر میکنه به این صورت. بدون ترس، با اعتماد به نفس اجرا بزنید. هر جایی هم دیدید اجراتون اشتباه است، اونو باز کنید و دوباره انجام بدید.